این پست مخصوص پسران، اگه دختری رد کن بره که به دردت نمیخوره. این صدفه. صدف سرشار از تستوسترونه. شما قبل از اینکه بخوای اقدام کنی برای بچه دار شدن، یکی دو تا دونه از این صدف‌ها رو بخور. تستوسترون بدنت فوق العاده میزنه بالا، کیفیت اسپرمات 100% قوی میشه. توجه کن که نگاه صدف غذا نیست که بخوای بری به عنوان غذا جمع کنی بیاری بخوری، به عنوان دارو نهایت یکی دو تا دونه‌شو باید بخوری. بچه‌ها روش بازگردن صدف هم براتون میذارم. قسمتایی که میبینی دل رودشه، اینا رو قشنگ تمیز میکنی میزنی بره. این قسمتشه که خوردنیه، فیلشه. این فیله رو نمیخواد هیچ کار کنی به پزی یه کار خاصی بکنی، یه تیکه لیمو با نمک میزنی روش میری بالا. بازم میگم این دارو غذا نیست که پاشی بری به عنوان غذا ورداری بخوری و فردا بیفتین تو دریا دنبال صدفا.